فرزندان رو همیشه نصیحت کنید، همیشه نصیحت کنید با آرامی، با برادری، با رحم شفقت، با مهر محبت، با یکدیگر فهمی، با یکدیگر قدر کنی، با عبودی. هر عبودکاری قبر و قیامت و جنتش قصرها است و عبود است. دعوت به اینو کنید. دعا کنیم پروردگارا همه ما رو علم نافعی با حکمت نصیب روزی بگردون، همه ما رو عمری درازی به دردی با برکت نصیب روزی بگردون. پروردگارا همه ما رو دوراندیشی و خیرخواهی نصیب روزی بگردون، همه ما رو عقل و فراست سالم نصیب روزی بگردون، همه ما رو پروردگارا عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزی بگردون. پروردگارا کشور ما رو همیشه آباد و آرام، همیشه پیشرفته و ترقی کرده در حفظ و حمایه و پناه خودت نگاه بدار. پروردگارا اون طفلک 10 ساله قابل جان هم نزدیکان و مادر و پیوندانش را صبر جمیل و اجر عظیم نصیب روزی بگردان. پروردگارا ملت و کشور و هموطنان عزیز ما را هر جایی که هستند متحد و سرجم و برادر و یکدیگر فهم و یکدیگر قدر کن متحد نگه بدار. پروردگارا عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.